اتاق بازجویی در خود داستان‌ها و روایت‌های گوناگونی برای بازگو کردن دارد. این اتاق‌ها همواره بالاترین درجه فشار روانی را برای متهمین به خصوص مجرمین به همراه داشته که بعضا سبب شده تا از پس همین فشارها دست به رفتارهای شوکه کننده و باور نکردنی بزنند که در ادامه به چند نمونه از اونها خواهیم پرداخت. حالا سری میزنیم به اداره پلیس لاس وگاس، جایی که قراره با صحنه‌ای به مراتب عجیب‌تر برخورد کنیم. ترل هولز جوانی 28 ساله که به اتهام ضرب و شتم و قتل کودک 2 ساله‌ای به نام اماری نیکلسون دستگیر و به اداره پلیس منتقل شد. فرزند دوست دخترش ترل که مسئولیت مراقبت از فرزند دوست دخترش رو بر عهده داشت، زمانی که کودک در لباس خود ادرار کرد کنترل خود را از دست داد و با ضرب و شتم او را به قتل رسوند. در اتاق بازجویی و پس از اعتراف ترل به شدت کلافه و آشفته به نظر میرسه و سعی میکنه تا با سر و کله زدن با دستبند و آسیب زدن به دست خود توجه مأمورین رو به خود جلب کنه. پس از اینکه مأمورین برای آرام کردن وی به سمت او میرن، رفتار و حرکات وی شدت میگیره و در لحظه مناسب چشمش به اسلحه کمری مأمور میفته. به ناگهان دستش رو به سمت اسلحه میبره و موفق هم میشه. خطرناک بودن موقعیت زمانی بیشتر احساس میشه که بدونیم اسلحه مسلح و آماده شلیکه. مأمورین باید ضمن پس گرفتن هرچه سریعتر اسلحه مراقب باشند تا در مسیر لوله اسلحه قرار نگیرند. در نهایت پس از چند دقیقه مأمورین موفق به کنترل اوضاع میشن. پرونده ترل پس از 4 جلسه دادگاه هنوز در جریانه، اما با توجه به جرم وی و ایالت محل زندگی حکم اعدام میتونه انتهای مسیر وی باشه.